سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. بریم که دوباره علی ببریم. ماشاءالله چه دریبلای میزنه. ای توپ گرفت. چیکار می‌کنی؟ خودتون اینجا میخوام گلش کنم. خدای گل شد. رفت بغل در میزنم. بچه دی گل بهت میزنم. Ja cap a la dreta per Xavi, assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. این حرکات درسته آیا نه؟ با آدم وقتی گل میزنه باید خیلی چیز باشه، اسمش چیه متواضع باشه. با اون بازی نکن. اوکی؟ این حرکات چی بود زد؟ بی اسکلت میگن که یه خالی ببند. چی میگه؟ نه جواب میده توپولو هم توپولو. فکر نکن دوستان چه گل خوش دیدی تواضع رو رد کردم. خدا بس دیگه ما خسته شدیم دیگه. حالا بعضی ها وای میسن تا خوشحالی کنه و همین هم از وقتی قوی تر از خودت ببری یه وقت خوشحالی هم بکنید. چی گفت؟ کدوم بازی ما نبودم. از کجا برم ببینم؟ ها چنلمون اسم چنلش چی بود؟ گیم زون لند. پنالتی بالا 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 پرچم کشورم همیشه در بالا 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 بالا. گیره کی بودی تو واسه؟ ماشاءالله ماشاءالله به این پاس کاری. به چه گلی. تیم اول نتیجه رو برم. چه نتیجه بیا ببینم. دیدی ترسیدی؟ دیدی دوباره سلام خدا. اگه این سلام نبود که لیورپول هیچ کاری نمیتونست بکنه. یا خدا این زد ماشاءالله چه پاتی برد. نه the ball and he's communicating well to those around him. But as a team, they've got to do better in the second 45. علکی جام گذاشت. Salah does thrive on beaming in field. Crucial intervention just then amid impending danger. That goes to him. He's in here. بابای بغل پای نرم رفت کند دروازه. ماشاءالله. Now with McAllister. Hugo Ekitike. Oh, I'm disappointed. It looked promising. That's a good pass. گل زد. دقیقه چنده مگه؟ دو تارمی بیارم تو دیگه. وقتش دست تعویض طلایی بزنم. بیا تو تارمی. یه جا تورام. کارت زردم داره.
سی همینه بینش ماشاءالله بیا حرکات چیه سلام خوب در آورد مرسی از دفاع تعویض خوشگلم برو دلم بدو داشت حرکت میکردم این تارمی واقعیت نیست تربیت تحت فشار گذاشتی علی بزن چی بود؟ بنداک چی داره؟ بنداک مگه دفاع نیست؟ من همه جا هستی مگه این مدافع نیست؟ مرسی اینا رو کی بود تارمی بود برم گیرم رو تارمی جونم این تارمی نه ماشاءالله و گل چهارم میخوره علی دود از کنده بلند میشه آقای علی نه یه ما داشتیم تیم بازی میکردیم اون موقعی که سگا وجود داشت ما داشتیم بازی میکردیم تیم برزیل رو برمی داشتم عجب تیم بود همه رو لوله میکردم بعضی موقع هم سوئیس رو برمی داشتم سوئیس هم بود باختی ها دوستان حال کردین تا درودی دیگر به درود